بلند، ملتی دارای آهنگی بلند، ملتی دارای استقلالیت، ملتی دارای سه رنگی بلند. تاجیکستان ای دیار نازنین، بهترین، زیباترین، ابلاترین. سلام عرض می‌داریم هموطنان ارجمند، مهمانان گرامی. با اجازه یکایک شما مراسم جمع‌بستی آزمون جمهوریوی پیانین نوازان نورس به نام طلب خوجه ستارov را کشاده اعلام می‌نماییم. سرزمین کوههای آسمانبوس، دیار زرخیز و شهربیز، وطن هنر و هنرمندان اصیل. این تاجیکستان محبوب ماست و این مفهوم را شاعران اگر با شعر وصف می‌نمایند، اهل صنعت و هنر با سرود و آهنگ‌های جذاب ترنم می‌سازند. آزمون جمهوریوی پیانین نوازان نورس به نام طلب خوجه ستارov با مقصد رشد ایجاد و اجرا کنندگی مطربان نورس و جوان بهر توسعه آینده صنعت کسبی تاجیکستان برای سزاوار پیشواز گرفتن تجلیل و همچنین تجلیل نمودن 70 سالگی کمپوزیتور معروف تاجیک، خادم خدمت نشان داده صنعت، دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی طلب خوجه ستارov از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اعلام گردیده است. این آزمون ادامه منطقی اقدامات حکومت جمهوری تاجیکستان تحت وصایت‌های خردمندانه پیشوای معظم ملت در سمت رشد و نموی فرهنگ و هنر ملی راه اندازی می‌گردد.